هر یک لحظه با مزه، نشاط و فرح، فضای سازگار و انواع زیاد غذای دلپسند شما و عزیزانتان را انتظار است. رقم کوتاه برای فرمایش 94 94. برک. دل شدم مایلت یار، تو بگو چطور کنم. دل شدم مایلت یار، تو بگو چطور کنم. روز و شب ناله کند زار، تو بگو چطور کنم. روز و شب ناله کند زار، تو بگو چطور کنم. میروی غمزه کنان مرا نادیده روان. میروی غمزه کنان مرا نادیده روان. گر شوی محرم اغیار، تو بگو چطور کنم. گر شوی محرم اغیار، تو بگو چطور کنم. دل شده مایلت یار، تو بگو چطور کنم. روز و شب ناله کند زار، تو بگو چطور کنم. میکنی بانه و جنگ بی سبب خلق متنگ. میکنی بانه و جنگ بی سبب خلق متنگ. نیکه هستی بسرم خار، تو بگو چطور کنم. نیکه هستی بسرم خار، تو بگو چطور کنم. دل شده مایلت یار، تو بگو چطور کنم. روز و شب ناله کند زار، تو بگو چطور کنم. احسن احسن. قربان شما. برنامه ناگفته هاست با دوست و با اصطلاح مردمی نجیب افغان بگیم اندیوالان نازنین من، و این هم باشد جاوید خوشنود همراهی پسری نازنینش انوش خوشنود. در نخست سلام به شما تقدیم میکنم و من خیلی خرسند شدم که شما را از نزدیک ملاقات کردم. برنامه های زیبای شما را همیشه تماشا میکردم و لهجه صحبت شما یا لحن گفتار شما ما را بسیار خوشم میآمد. و یک سلام به بیننده های خوب برنامه شما تقدیم میکنم. امیدواریم که آهنگ که ما خواندیم یا برنامه‌ای را که ما داریم مورد پسند عزیزای ما قرار بگیره. سوال نخستین من، این ترانه‌ای که شما در ابتدای برنامه سرودید، دل شده مایلت یار، تو بگو چطور کنم، این ترانه رو شما با یکی از سراینده های مطرح بنفشه شاکی رو سراییدید. تربتشان روشن، روحشان شد. امروز متاسفم که بنفشه نازنین میان ما نیست. مریضی سرطان رو از ما ربود. صد افسوس. جای این ترانه رو با هم خواندید. اکی آرزو، قصه از این آهنگ بسیار جالب است. در یکی از استودیوها یک آهنگ خود ثبت میکردم. دوستی که مسئول استودیو بود چند آهنگ بر ما شنوان. وقتی که آهنگ بنفشه شاکر رو پلی کرد، آوازش بسیار مرا خوشم آمد. گفتم امی کی هستن؟ در موردش گفتم باشه یک معلومات بگیرم. گفت خب زیاد گفت بسیار یک آوازخوان خوب هستن، زیاد رسانه‌ای نیستن، در تلویزیون ها نمیخوانن. ما گفتم یک تماس بگی امروزشان، ما یک آهنگ دوگانه دارم اگر امروزشان بخوانیم. گفت نمیخوانن. ما گفتم خیر بیار یک زنگش میزنیم، یک ملاقاتش میکنیم. خب برای از اونا که زنگ زدن گفتن که یک دو میمان از افغانستان آمده، میخواین شما رو ببینن، میخواین یک آهنگ دوگانه اجرا کنن. گفت خیر ما میایم که میمانا هستن، میایم به دیدارشان. وقتی که آمد واقعا یک قلب مهربان، یک زن بسیار حلیم، با هم کلام شدیم، هم صحبت شدیم. وقتی که ما آهنگ برشان خواندم یک کمکشه،
سلام سعی کرد گفت آهنگت بسیار مقبول خوشم آمد. امین. گفت با هیچ کس ما دوگانه نخواندیم، با خودت گفت میخوانم. و همون بود که آهنگ ثبت کردیم و در روز که ویدیوش هم کلیپش هم ثبت کردیم خودش ماشین خود گرفت آمد، موتر خود گرفت آمد، به اصطلاح ما خودش مصارف چاشت، نان و غذا و همه چیز گرفت آورد. واقعا میمان نوازی کرد و ما خیلی متاسف هستم. از این آهنگ دو خاطره دارم، هم خاطره خوب هم خاطره بد. بعدش هم است که بنفشه رو نداریم در کنار خود، اما خوبش هم این بود که با یک هنرمند نازنین ما معرفی شدم و خیلی با هم همکاری داشتیم. و خوبی بنفشه جان این بود که آهنگای ایندی رو بسیار مقبول میخواندن، بسیار آهنگا، خصوصا یک آهنگ است گرایا میرا پردیسی، یک آهنگ بسیار قدیمی ایندی است. همون رو خواندن. من میخواستم که بعضی کارهای داشته باشیم دیگه نصیب نشد. صد افسوس. صد افسوس واقعا. جاوید، چند مدت است که در تاجیکستانید شما؟ من از سال 2004 تا اینمی سال 2012 فعالیت‌های هنری بسیار زیاد داشتم در تاجیکستان، در فستیوال‌ها، در کنسرت‌ها، در برنامه‌ها، به خاطر آمدن کلیپ‌های کارهای هنری خودم من بسیار رفت آمد داشتم. حتی اگر بگویم که همون پاسپورت من دیگه جای ویزه تاجیکستان نمانده بود، پر شده بود. بله. و حتی همون قنصل و سفیر کلش همراه ما آشنایی داشتن. وقتی که می آمدم بدون کدام معطلی بر من ویزا می زدن و استقبال می کردن. غیر از کارهای هنری باز کدام کارها از دست شما می آید؟ در پالوی هنر موسیقی به سپورت زیاد علاقه‌مند هستم. وقتهای فارغ خود به دو بازی که از طفولیت علاقه‌مند بودم، فوتبال و والیبال. فوتبال و والیبال. و این میالم که اما اگر میان فوتبال و والیبال امکان انتخاب کردن رو داشته باشد کدام از اینا رو انتخاب میکنید؟ به خدا میان فوتبال و والیبال. یک روز شب والیبال نه، اما اگر یک روز باشد. اگر یک روز باشه من فکر میکنم نظر به سن سالم مهم است. در بازی وقتی که در فوتبال دیگه اگر باید از یک ذره جوان باشی، پر انرژی باشی که بتونی تیم مقابل همراهشون بازی خوب کنی. خب فوتبال سخت است، مشکل است، کم فیزیک بالا کار داره. ولی والیبال هم نسبتاً از فوتبال که کمتر آسان‌تر میشه. همون والیبال قبول میکردم و فعلا هم والیبال بازی میکنم. از اون چیزی که پدر حاضر قصه کرد راجع به فوتبال و والیبال، چیش دروغ بود چیش راست؟ کلش راست. اما اگر میانی هنر و ورزش انتخاب بگذارن چی؟ واقعا دیگه از هنر دور شدن نمیتونم. شما باور کنین دوره اول که طالبان آمدن در افغانستان ما در کابل بودم. خب نمیتونستیم جای برایم، راه بسته بود. من یک دانه آرمونیا داشتم. امی تمامی چیزای زیر باز کرده بودم که به خاطر که طالبان خانه رو تلاشی میکردن، اگر گیر میکردن همیشه میدان میکردن و او کسی که از بابم داشت رو جزا میدادن. باز من چند توته کرده بودم، حتی این پکیج که شمال میته داخله امیرم جدا کرده بودم. خب پس آنها دیدم که دیگه نامدن، باز زیر پس سرش کردم و نصبش کردم، باز بالای شکتکی کلاونم منداختم در خانه کم کم که خود میخواندم. یعنی که از موسیقی جدا شدن بیمی به دست افتادن نبود. این بود، مجبور بودیم، اما بدون از اینام زندگی نمیشه. هیچ امکان نداره. ساکنان اطراف نمیگفتند که جاوید یک آوازخوان است؟ والا در محلی که ما زندگی میکردیم دوست دشمن زیاد است. بله بله. منتها چی گپ بوده؟ من که خودم از لحاظ از که برخورد من در اجتماع با مردم، با دوستا، با همسایه ها همیشه خوب بوده و هنرمند هم یک موقف هم باید داشته باشه با مردم، یک پل ارتباط است در بین مردم و شاید از امو برخورد نیک من شیطانی رو نکردن که مرا درگیر از اونها بتن. اگر نه ما اسباب موسیقی همه چیز در خانه داشتیم. شما گفتید که طالبا این اسباب رو اگر پیدا میکردند زده معده میکردند و صاحب اسباب رو مجازات میکردند. مجازات هم میکردند. یعنی چی طور مجازات؟ همین توتای از زیر بگردنش منداختن، نه بگردنش منداختن، در شهر میگشتاندن و باید صدا میکردی که من گناه را کردیم و آینده این کارو نمیکنم. با آن که سزا میدادن، میزدن، لط میکردن. شما شاهد این گونه حوادث بوده؟ 100%. امی پیش خانه ما جایی که طالبا یک پوسته میگفتن به اصطلاح داشتن، وقتی که شما تیر میشدین گیتارا، اکوردیونا را میده کرده بودن، همیشه بند کرده بودن. و تا فیته های کست های ویدیویی را، کست های صوتی را همیشه اونجا. و یک خاطره که یک دوست ما، رفیقای ما که همراه ما فوتبال میکردن در منطقه که زندگی میکردم،
اینا رو در ویدیو سعی کردن گیر کرده بودن، بچهای جوان بودن. و امروز ما دیدم که اینا را در گردنهایشان ویدیو فیلم ها را در گردنهایشان تو داده بودن، یا را در زیر بلاک های ما میگشتاندن و چی یک حالت است. من از دلم اون پسر می آمدم که چی یک حالت داشت. اونجا فامیلش میدیدن، به خدا ما اونجا گریه کردیم. و بعد از اینکه حکومت سقوط کرد و همراه هنرمندا در تماس بودم، گفت روز اول که آمدن طالبا در آمدن در اون اداره ما، اداره بود که اونجا موسیقی های هنرمندا ثبت میشد، اداره تولید موسیقی بود. بعد از اون موسیقی ها را میدادن به تلویزیون به نشر که ویدیوش ساخته میشد. شما باور کنین که در آمدن همون پیانویی که احمد ظاهر در اون نواخته بود، ظاهر و ویدا، اما آن هنرمندای آماتور ما که رحیم جهانی، احمد ولی، همشان با او پیانو آهنگایشان نواخته شده بود. که حتی با اون پیانوها را با دستای خود هر کدامشان لمس کرده بودن. احمد ظاهر همین هنرمندای خوب کشور ما امور شکستاندن. طبلایی که مانند ازی است، زیر بغلی، طبله، رباب، تنبور، همش میده کرده بودن. به خدا فیلمایش بر من و دوستایم، همکارایم گرفتن روان کردن. اول هیچ کس جرئت نمیکرد که بیای در وظیفه. بعد از او پرشون تماس گرفته بود که بیاین و ایام کامده بودن، گفته بودن دیگه موسیقی نیست، شما برین خانه‌تان. حالا میگن که کدام آذری برشون انداخته، اما بیماش. جاوید، در کابل همگان شما رو میشناختند، در افغانستان، ولی به تاجیکستان آمدید. شاید مردم تاجیک آنقدر با هنر و مهارت و با ترانه های شما آشنایی نداشت و شما از یک فضای به فضای دیگر افتادید که اونجا شهرت، شهامت، زیبایی، پذیرایی، آمدید به فضایی که شاید اکثریت شما رو نمیشناختند. این برای یک هنرمند دشوار نیست؟ هنرمندی که عادت کرده است به وصف ستایش، به کفکوبی، به احسان خوانی، به آفرین خوانی. دقیقاً آقای آرزوی گپتان 100% درست است، اما گپ اولم که همزبان بودن ما زودتر ما را به معرفی میگیره در یک جای. مثلا در اون جایی که من زندگی میکنم، شهر وحدت، وقتی که در یک اداره مراجعه کردیم، باز پرسان کردن که شما چی کار میکنین، یا در شفاخانه رفتیم، در پل کلینیک رفتیم، در بسیار جایا که خود که باز معرفی کردیم، یک ارتباط تامین شده. باز گفته شما آهنگایتان هست؟ گفتم ما شما میتونین به یوتیوب مراجعه کنین، آهنگای ما از دیگه. با سوال کردن که شما تویا رو میگذرانین؟ گفتیم بله تویا رو میگذرانیم. باز گفتن چقدر پول میگیرین؟ من گفتم که مسئله پول تنها مطرح نیست، اگر همه چیز با پول آدم مشخص بسازد، پس زندگی هم معنای خودم و هنر و همه چیز از دست میده. بسیار با دوستای خوبی جا معرفی شدیم و چند برنامه‌ای که ما کنسرتی که گفتم که چرا این منیجمنت رشته هنر است؟ مثلا مخلصان و تماشابینان باید بدونند که همون نرخنامه شما چگونه است. بله برای خدمت در توی و سور و این مراسم. بله خب نظر به جیب هر کس فرق میکنه. اگر پولدار بود آدم پول زیاد میگیره، اگر کم داشت چقدر است شما بگید. والا اون گپ خودشان نه به خدا من با انوش حرف میزنم، شما شاید اشاره میکنید. نه مسائل نمیکنم. انوش چند است؟ خب فرق میکنه از هر کسی که مثال بیزنسمن باشه، تجار باشه، از اونا البته پول زیاد میگیرم. بله کسی که چی میگن گفته همی تاجیکا کم بغل باشه، فقیر باشه و قناعت داشته باشه، باز پول کمتر. این فرمایشات و این همه مکالمه و گفتگو رو شما انجام میدید؟ نه خیر پدر جانم انجام میدم. اما در مسئله ثبت برنامه ما با شما گفتگو کردم. بله در بعضی جایا به من زنگ میزنن. شما منیجر پدر خودتون هستید؟ بله بله. پس شما منیجر که باشید باید بدونید که ارزش خدمات پدرتون چند است. والا ما چی میگم خودشون میگن. والا چی میگم خودشون بهتر میفهمن دیگه. کسی که به ما زنگ میزنن باز ما شماره پدرم میتونم همراه خودشون صحبت کنین در این باره. در مراسم و عروسی های تاجیکی هم میروید؟ در بسیارش رفتیم. بله رفتیم. کجاها رفتیم؟ رفتیم؟ با اونایی که آشنایی داشتیم. یک دو تا دوستای هستن در وحدت هستن، در چند برنامهشون بر ما زنگ زدن، رفتیم در بین محفلایشون بودیم، در بین فامیلایشون بودیم. حتی از اونا ویدیو دارم. در مراسم عروسی های تاجیکی چطور ترانه ها رو پیشکش میکنید؟ چگونه ترانه ها رو؟
بیشتر ترانه‌های رقصی افغانی ده یک میتونیم از اون چیزی که شما دارید در فهرست ترانه‌هاتون کمر باریک من شام تاریک من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بس است با ما وفا کن کمر باریک ای با ما وفا کن کمر باریک جام نارنجی رخسار نارنجی فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی فرار کولاب شدم ز دست نارنجی یکی است یکی اوجش این شرافت پروانی بازخوانی آهنگای بسیار اما این آهنگ افغانی قدیمی است. این بسیار آهنگ قدیمی. قدیمی از شرافت پروانی این را خواند دوباره بازخوانی کرد اگر تو شک شوی یک اون شعرش به یاد من نیست مطمئن اگر چوکی به کار آید تخته میشم بله، اگر تو شک به کار آید تخته میشم اینو نمیدونین چهار بیتیش به یادم چهار بیتیش به نیست. یادتون به نیست. یادم نیست و دیگه تاجک دخترک بیا به ملک کابل برویم تاجک دخترک بیا به ملک کابل برویم بری چیدن گل لاله و سنبل برویم بری چیدن گل لاله و سنبل برویم افغانی بچه بدان هرچی میگی در جگرم مرا دوری از وطن برابر درد سرم شیرها یگان دفعه دیگه از حافظه میره چرا حافظه اینجا دارم خب منطقه تایی رو واز کنم باز وقت نه من حافظه این گجت رو در نظر ندارم من حافظه این فیرودی شما رو در نظر دارم که ضعیف است ضعیف نیست خب امی مسافرت ها سر روان آدم بسیار تاثیر می داشته باشه با آن که هیچ مشکل نداریم اما بازم یگان ذره تاثیر میگیره که پیری و ضعیفیست دیگه چرا شما تن دادید به پیری نه تن ندادیم باز یگان جایی که یک راه گریز پیدا میکنیم پیری رو پیش میکنیم چند سال دادید جوی جو من تولدم 74 است 74 و دوستایم که مرا میبینم میگه به 74 نمیمونی نه جوان مال 82 نه هنوز بیرونی رقم درون بخی تازه است مثل که تاجیکا میگن از 100 گل شما هنوز یک تاش نشکفته است این یکیش نو شگفته که این تاجیکستان آمدیم که بعدا کجا بریم جوی جون از حساب همسایه ها از حساب تاجیکان شما اندیوال پیدا کردید بسیار زیاد کی ها یک دوست بسیار نازنین دارم زیاد دارم یک در قدم اول بر شما یاد میکنم که رئیس پلیکلینیک وحدت است شاکر جان خالوف دکتر است رئیس همون پلیکلینیک است که وقتای بیکار که میشه بر ما زنگ میزنه که میریم یک جای ادیخ کردن باز اینمی هارمونیا و تبله را گرفتن میریم سبک زندگی تاجیکانه کمی فرق داشت از زندگی در افغانستان یعنی غذا طعم غذا زندگی اجتماع این همه شما با این دشواری ها چطور برخورد کردید؟ بالا من این دشواری نمیدانم یک تنوع است چون که من میدونم که اون غذاهای افغانی غذاهای خاصن غذاهای ویژن مثلا کباب افغانی من در هیچ جای دنیا ندیدم مثل کباب افغانی مثل اون گوشته که در روغن میپزن بسیار سه روغن است بله خب ما این کارا رو در خانه کردیم خانم ما نام خودش داشتپزی تیار است وقتی که شوقمون غذا میاد باز در خانه برای ما جور میکنن و یک دو سه رستوران‌های خوب جور شده در تاجیکستان که کبابای افغانی میتن و آش افغانی خوب مزه‌دار میتن دیگه اونجا یگان وقتی که شوقش میاد باز میریم اونجا من یک قصه بر شما میکنم من یک مهمان داشتم از تاجیکستان سال 2010 کسی که آهنگ دل شده مایل تیار برای من ارنج کرد من اینو تشویق کردم که بیا در کابل هنرمندا بسیار مصارف میکنن تا تاجیکستان میان تا ویزا میگیرن اینجا شما بیاین اونجا آهنگایشون رو جور کنین موسیقیایشون و این آمد کابل شب برای اینا بسیار چیز گرفتیم میمان نوازیشان کردیم برشون قابلی پخته کردیم چیزی که غذای افغانی است قابلی چیست همین برنج که در بین شما زردک میندازین آش به اصطلاح قابلی افغانی
پلاو بله که در زیرش هم گوشت بود و دیگه وقتی که اینا نان خوردن ما سرخانه برداشتیم. اما مادرم بچک مرا گفت که والا اینی کارتان خوشم نامد. گفتیم چرا؟ گفت شما دمی سرخان جمع شد تیز برداشتیم. گفت ما میمونیم سرخان ما هوار است کم هر کس میخوره. ما گفتیم از ما این فرهنگ ما است. خوردی تمام و اینجا ما کسی که رئیس دام 18 منزله است در وحدت و هم جوری دوست بسیار خوبم است. جوریم است زبان شما رو بگوییم یگان جملات. خب به خاطر که اینجا دیگه زیاد وقت زندگی کردیم و با مردم در تماس هستیم و هم همیشه میمونیایی که در خانهشان میشن توی میشه عروسی میشه یا هر برنامه میشه ما رو دعوت میکنن. در پالی از که موسیقی و گپام میکنیم باز یگان برنامه باغ دارن بسیار جای زیباست میریم میهمانشان میشیم بسیار حرمت میکنن. این زندگی پرماجرایی که مردم افغان دارند رفیقان شما رو تا کجاها برد؟ اگر ما بگویم شاید سبک زندگی ما به یک شکل شوی دیگه بوده باشه یا از اکثر هنرمندا به میشه و است. بهترین دوستا و بهترین رفیقای ما هنرمندا بودن. کیها؟ امی فعلا یک کیبورد نوازم است در ترکیه زندگی میکنه. اسمش؟ داوود قدوسی تخلص میکنه و بهترین یک کمپوزیتور شده فعلا. بهترین یک نوازنده است. آهنگ میسازه. آهنگ آخر آریانا سعید نفس هم یکی از کارهای از اوست. یک کارش که تا حال ما در رسانه ها نکشیدیم که برای من تحفه داده اما اینجا بر شما میخوانم. این ترانه اولین بار سروده میشود از جانب جاوید جان در برنامه نگفته ها. میخانه اگر بسته شود وای بالم ساقی ز می چو خسته شود وای بالم میخانه اگر بسته شود وای بالم ساقی ز می چو خسته شود وای بالم ای بسته شده این دل من با خمگی سود زلفت اگر آشفته شود وای بحالم ای وای بحالم زلفت اگر آشفته شود وای بحالم ای وای بحالم زلفت اگر آشفته شود وای بحالم. براو. این آهنگ داوود جان است. داوود جان است و بر بسیار هنرمندایی که فعلا مشهور هستند در کابل در رسانه ها که بودن برای همشان آهنگ میسازه. پس درود با داوود جان، درود و سپاس با داوود جان. واقعا چند روز پیش یک عکس از فیسبوک که دوباره یادآوری میکنه امو رو برای من روان کرد. گفت که چه خوب یک تاریخ بود، چه خوب یک وقت بود. واقعا دوستای خوب هستن و همیشه اونا رو یاد میکنم و جایشان در قلب من است. مانند از او اکثر هنرمندان به این شکل هستن. دلتان برای اون محافل و مجالس تنگ شده است؟ 100% آقا چطوری بخدا. که خصوصا یک دوست ما یک گیتاریست بسیار خوب بود در افغانستان به نام آقا صاحب سید امین که اون نام بیچاره یک 2 ماه 3 ماه شد اون نام بیچاره فوت کردن. راجع به انوش میخوام حرف بزنیم. انوش رو زن دادید؟ انوش دیگه هنوز نوبت ما تیر شوه یک 2 تا دیگه. انوش شما در 10 سال اخیر میتوانید اصلا در این مورد فکر نکنم. والا نه انوش بسیار جوان است. در قدم اول خود تصمیم داریم که برای آیندهش اول باید است در قدم اول درس خود بخونم. میدونید شما برنامه ریزی میکنید زندگی رو. مثلا ما در یک جدول نمیدونم در یک برنامه نقشه های خود رو وارد میکنیم و میگوییم که امسال این کار باید بشود یا اینکه 1 ماه اخیر باید این کار رو انجام میدیم. اما عشق نمیپرسد که این گپ است برنامه روزمره ما چگونه است. عشق میآید دروازه دل را میکشاید وارد میشود و نمیپرسد که انوش از کجاست و چند سال دارد.
اصلا انوش چون راجع به زنگیری گفتیم چی نقشه دارید؟ فعلا هیچ. دورنمای زندگی و دورنمای بود و باشی شما در تاجیکستان تا کجا می رود؟ میمونید یا تصمیم دارید که به یگان کشورهای دور اروپا یا امریکا بروید؟ والا اگر خواست خدا باشه هیچ کار بی رضای خداوند نمیشه. عنقریب شاید ما یک سفر داشته باشیم برای خاطر آینده اولادا، انوش دخترای خود خانمم که بتوانیم یک زندگی به خاطر چی اینجا بر ما بسیار خوب است. تاجیکستان نه فکر کنین که از افغانستان هم که حالا بر ما بهتر تر است برای می شرایط کنونی که دیگه جای از این که خوبتر نیست. طبیعتش، آب و هوایش، مردمش، فرهنگش. مرا که یک بیگانه هستم در بینشان آمدیم، وقتی که معرفی میشم مرا چقدر احترام میکنن. بسیار با هنر و با هنرمند اینجا قدر هنر بسیار زیاد است و ما مجبور هستم که در یک پروسه دارم که انشالله اگر خداوند بخواهد تا یکی دو ماه دیگه باید ما به کانادا بریم. بخیر کانادا. بله. ثروت ما هنر ماست، هستی ما هنر ماست. میخواهم یک ترانه بخوانید بعد برنامه رو به انجام برسانیم. یک از سروده‌های امیرجان صبوری را برای شما میخوانم. تو در زخم دلهای ما مرهم هستی، تو تنها ترین خسته را همدم هستی، تو عطر لطیف گل مریم هستی، تو مثل حقیقت به دلها نشستی، تو در پیکر شعر فردا نشستی، تو در دیده و دل چی زیبا نشستی، تو از شهر خورشید به اینجا رسیدی، تو چون بوی گندم نشاط آفریدی، تو در صفحه غصه ها خط کشیدی، تو را می پرستم تو را عاشقانم، تو را می پرستم تو را بی بهانه، تو را می پرستم تو را صادقانه، توی خواهش من توی حاجت من، توی مثل خواب و نفس عادت من، توی مثل خواب و نفس عادت من. اگر دیگر باره خدا خواسته باشد و جاوید خوشنود به برنامه ناگفته ها بیاید، من هم به جاوید مثل مصرع از این سرودش همین رو میگویم. تو از شهر خورشید به اینجا رسیدی، جالب، جذاب، پرحرارت، زیبا. سپاس جاوید جان. شما به کانادا می روید و اینجا میدونید چی را میمانید؟ یک دنیا محبت را میمانید، گرمی ترانه ها را میمانید، حریقی بسیار نوربار و شرربار آهنگ های جالب و جذاب خود را اینجا میمانید. و ما هم یک دنیا عشق از اینجا با خود در قلب خود میبرم و او عشق است که ماندگار است، خاطرات است که هیچ وقت فراموش نمیشه. شاید آخرین خاطرام همی مصاحبه ما و شما باشه. بله، اما این رفاقت میتواند بردوام باشد. رفاقتی به پایان، رفاقتی به اندازه، رفاقتی به حدود که حتی تا از اینجا تا کانادا میتواند برود. شما زنده باشید. تشکر. انوش جان جان زن بگیرید، دعوت بکنید در مراسم عروسی ما رو. حتما. بسیار خوش آمدید. قربان شما. سپاس. یک جهان سپاس. سپاس. شما. خداحافظی میکنیم با جاوید خوشنود، این سراینده مطرح کشور افغانستان، و سپاسشون میگویم که امروز به برنامه ناگفته ها آمدن. مطمئنم که برنامه آینده ما آنلاین تهیه می شود با جاوید. من از تاجیکستان، جاوید از کانادا. خیر. بورک هر یک لحظه با مزه، نشاط و فرح،
فضای سازگار و انواع زیاد غذای دلپسند شما و عزیزانتان را انتظار است. رقم کوتاه برای فرمایش 94 94. برک.